بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله مولانا. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در آیات گذشته بحث انفاق را خواندیم و این بحث هنوز ادامه دارد، اما این آیه شریفه در رابطه با زکات هست و الله عزوجل اشاره به زکات مفروضه دارد. در رابطه با این آیه علامه آلوسی نوشته عن عبیدة السلمانی قال سألت عليا رضي الله عنه عن هذه الآية فقال نزلت في الزكاة المفروضة. این آیه در رابطه با زکات مفروضه هست. الله عزوجل می فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای مؤمنان شما خرج کنید از مالهای پاکیزه، مالهای پاکیزه‌ای که ما کسبتم شما کسب کردید. اشاره به اون مال تجاری هست که انسان از طریق مشروع، از طریق حلال اون مال را به دست می آورد. کسب طیب انسان هست. و مما اخرجنا لكم من الارض، و از آنچه که ما از زمین برای شما بیرون کردیم. اشاره به زراعت و کشت است و همچنین معدنیات که شما وقتی که کشاورزی می کنید و محصولات زمینتون در میاد از اون شما خرج کنید. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. و نکته دیگر این که انسان از مال مرغوب بده، از مالی که ارزشمند هست بده، نه اون مالی که حتی خود انسان اگر به انسان کسی بدهد انسان نمیگیرد. یعنی مال ردی، مال بی ارزش. ولا تیمموا الخبیث، شما اون ردی را و بی ارزش، خبیث به معنی همون ردی و خراب، اون را مورد قصد قرار ندهید از آن مال. تنفقون در حالی که شما خرج میکنید. ولستم بآخذیه، و نیست شما گیرندگان آن، یعنی خودتون اون مال را نمیگیرید، خودتون تحویل نمیگیرید اگر کسی به شما بده. الا ان تغمضوا فی، مگر شما اغماض بکنید، چشماتون را ببندید. یعنی که کسی به شما بده با دل ناخواسته بگیرید، چشم بسته بگیرید. لذا شما چنین مالی را در راه الله ندهید و این را هم بدانید. واعلموا ان الله غنی، خداوند بی نیاز است از چنین مال بی ارزشی که شما در راه خدا بدید. خدا نیازی ندارد. حمید، الله عزوجل ستوده شده است. الله تعالی بندگان بیشماری دارد که او را عبادت میکنن، مورد ستایش قرار میدهند. و آنچه که شما را به این راه وادار میکند، به این مسیر وادار میکند که این مسیر بخل است، مسیر حرص است، مسیر ندادن هست. این شیطان است که دوست شما نیست، دشمن شماست. و صفت شیطان اینه که الشیطان یعدکم الفقر، شیطان شما را وعده فقر میده، از فقر میترساند.
و یأمرکم بالفحشاء، و شیطان شما را امر بالفحشا می کند. منظور از امر بالفحشا امر بالبخل است. اینجا فحشا همه جای قرآن مجید فحشا به معنی گناه میاد یا به معنی بی‌حیایی میاد، اما اینجا به معنی بخل است. چنانچه علامه آلوسی نوشته الخصلة الفحشا و هی البخل و ترک الصدقات. خصلت فحشا بخل است و ترک صدقات است. لذا الله عزوجل می فرماید که شیطان شما را به بخل امر می کند. والله یعدکم مغفرة منه و فضله. اما الله عزوجل چه وعده به شما می دهد؟ وعده مغفرت از سوی او و وعده فضل از سوی الله عزوجل. الله در مقابل این انفاق هم شما را می بخشد و هم بر شما فضل و احسان می فرماید. فضل به اینجا به معنی چی هست؟ عطاء الرزق بالبسط على انفاق الطیبات. یعنی وقتی که شما مال خوبتون را و مال پاکیزهتون را خرج کردید، الله عزوجل با بسط و با فراخی به شما رزق عطا می فرماید. والله واسع علیم. الله دربارش وسیع هست، فراخ هست، همه چیز در دربار الله عزوجل وجود دارد. علیم هست، اخلاص شما را می داند. یؤتی الحکمت من یشاء. اینجا الله عزوجل به برکت اخلاص به انسان چیزی دیگه میده. حکمت یعنی فهم دین. حکمت بعضی گفتن فهم دین هست و بعضی گفتن ان مجاهد الاصابه فی القول والعمل. حکمت یعنی شما در قول و عملتون درست کار میکنید، خطا نمی کنید. حکمت اینه که انسان خطا نکند. لذا الله می فرماید یؤتی الحکمت من یشاء. به هر کسی که الله بخواد حکمت می دهد. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. هر کسی که این حکمت داده شد، حکمت همون فهم دین یا الاصابه فی القول والعمل، هر کسی که این نعمت به او داده شد که هر جا درست عمل کند، درست بگوید، بله، و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اون انسان خیر کثیر از جانب الله عزوجل داده شد. و ما یذکر الا اولو الالباب. پند نمیگیرد مگر عقلمند، مگر کسی که الله او را عقل سلیم داده، زو عقل هست، او از این اعمال پند میگیرد، از این آیات پندو میگیرد و متوجه میشه. و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله یعلمه. اینجا باز هم تأکید هست بر رعایت شرایط و همچنین بر اخلاص. از آیات گذشته درباره انفاق ما چند چیز فهمیدیم. یکی اینکه انسان انفاق را برای خدا بده، برای رعاء الناس نده. دوم در انفاق من و اذا نباشد. سوم انفاق من طیبات باشد، از مال پاکیزه باشد. چهارم ما کسبتم، مال تجاری باشد. پنجم مما اخرجنا لكم من الارض، مزروعات، محصولات زمین. لذا الله عزوجل می فرماید هر چی که شما خرج میکنین من نفقت، از هر نوع نفقه، او نذرتم من نذر، یا نذر میدهید نذری را. ببینید نذر به چه معنا هست. نذر عرض کنم که به معنای عهد و پیمان می آید و اینکه شما با کسی عهد میبندید، پیمانی، مثلا با ربتون عهد میبندید که خدایا اگر فلان حاجت برآورده شد، این همه مال، این مال را در راه تو قربان میکن. این نذر اینجا مراد هست. لذا الله عزوجل میفرماید که هر نفقه و صدقه در راه خدا میدهید یا نذری که با خدا میکنید، فإن الله یعلمه، الله میداند. الله میداند که شما این صدقه را میدهید،
معنیش اینه و ما انفقتم من نفقت فی سبیل الله او فی سبیل الشیطان، چه در راه خدا میدهید چه در راه شیطان میدهید. او نذرتم من نذر فی طاعت الله یا فی معصیت الله فان الله یعلمه، یعنی لا یخفى علیه، بر خدا مخفی نیست و هو مجازیکم علیه، خدا شما را جزا میده بر همین مالتون، جزای نیک در صورتی که نیتتون نیک باشه، جزای بد در صورتی که نیتتون بد باشه. و ما للظالمین من انصار، برای ظالمان، ظالم مراد مشرک، هیچ یاوری نیست. یعنی اونها نظر میکنن در سبیل شیطان، در راه غیر خدا، یا خرج میکنن در راه معصیت، در راه ترویج شرک، ترویج گناه. لذا وقتی که جزای بد برای اونها بیاد، هیچ یاوری برای اونها نیست، هیچ معبود باطلی نمیتونه اونها را کمک بکند. خب این تبدو الصدقات، بعد از این الله عزوجل اینجا در رابطه با کیفیت صدقه بیان میفرماید که کیفیت صدقه چی هست. ببینید، یکی هست اظهار صدقات، یکی هست اخفاء صدقات. الله تعالی میفرماید اگر شما صدقه را ظاهر بکنید هم خوب است، یعنی مباح است برای شما، اما اگر مخفی بکنید به فقیر بدید هیچ کسی نفهمد، این بهتر است برای شما، این پیش الله عزوجل پسندیده تر است و اجرش بیشتر است. معلوم میشه که مخفی کردن صدقه بهتره. البته بعضی تفکیک بیان کردن که صدقه اگر صدقه فرضی باشد، صدقه مثل زکات باشد، اونجا مخفی کردنش، ظاهر کردنش بهتره. به چند دلیل. یکی به این دلیل که شما متهم نشید، مردم فکر کنن نسبت به شما گمان بد کنن این زکات مالش را نمیده، ببینن که داره میده. و یکی دیگه این که بقیه تشویق بشند، بقیه مالداران، بقیه سرمایه داران که خب این فرض خداست. اما نفلیش را انسان مخفی بکند بهتر است. بله. و بعضی گفتن مطلقاً صدقه هر دو اجازه هست، چه عرض کنم که نفلی باشه چه غیر نفلی باشه، هم انسان به صورت مخفیانه بده هم به صورت علنی بده. بعضی جا هم می طلبت که شما علنی بدهید همون نفلی که می دهید. مثلا یه جایی هست واقعا نیاز هست، جلوی بقیه هم صنفان خودتون، هم کاران خودتون، مغازه‌داران، همسایگان، جلوی اونها میدید، میخواید اونها را تشویق بکنید، میخواید اونها را تحریک بکنید. خب این نیت خیری هست، اینجا ظاهر کردنش بهتره. یه جای دیگه هست مخفی کردنش، انسان میخواد فقط رب من بدوند. پس بستگی دارد به شرایط. به همین خاطر الله عزوجل هر دو را جایز قرار داده. بله، الله میفرماید ان تبدوا الصدقات فنعم ما هی، اگر شما ظاهر بکنی صدقات را پس خوب است، این بیان اباحت است. اما و ان تخفوها، اگر مخفی کنید آن را، و تؤتوها الفقراء، و آن را به فقرا بدهید، فهو خیر لکم، این بهتر است برای شما. اون وقت و یکفر عنکم من سیئاتکم، الله عزوجل سیئات شما را کفار می فرماید، یعنی جزای سیئات شما را. والله بما تعملون خبیر، الله به آنچه که شما عمل میکنید خبر دارد. بله. لیس علیک هداهم ولكن الله یهدی من یشاء. الله تعالی اینجا اشاره می فرماید بر موضوع خاصی. الان صدق شأن نزول ولو اینکه خاص باشد ولی مفهوم آیه عام هست. بعضی معتقدند که این آیه در رابطه با بعضی از انصاری ها نازل شد
که اونها اقوام و خویشاوندانی داشتند. این اقوام و خویشاوندانش از انصار بودند، از قریظه و بنو نضیر بودند. به اونها صدقه نمیدادند که اونها ایمان بیاورند، فشار می آوردند که اونها ایمان بیاورند. الله عزوجل اینا نمی پسنده و نپسندیدند. فرمودند که هدایت اونها بر شما نیست، هدایت اونها به دست الله است، اما شما اگر انفاق بکنید این برای خودتون بهتره. پس مراد از این انفاق چیه؟ انفاق نفلی است، انفاق فرضی نیست. زکات را به غیر مسلمان درست نیست بدیم، اما بقیه صدقات انسان میتونه به غیر مسلمان هم بده، به خاطر اینکه خویشاوندش از صله رحمی بشه، یا به خاطر اینکه احسان به او بشه، شاید این سبب ایمان و اسلامش بشه. بالاخره با غیر مسلمان هم نیکی کردن و احسان کردن در شرایط عادی و صلح اشکالی نداره. انسان جیرش را قطع نکنه به خاطر اینکه ایمان نمی آوره، این خوب نیست. الله عزوجل رزق بندگان خودش را که مسلمان نیستند و کافر هستند بند نمی کنه که اونا ایمان نمی آورند. لذا قرطبی گفته کان اناس من الانصار لهم قرابات من بنی قریظه و النضیر، مردانی از انصار که قرابت و خویشاوندی داشتن با اونها، با قریظه و نضیر، و کانوا لا یتصدقون علیهم رغبة منهم ان یسلموا، صدقه نمیدادن به رغبت اینکه اون اسلام بیارن، اذا احتاجوا. بله این نزلت آیتو فی اولئک، درباره اینها الله می فرماید لیس علیک هداهم، بر شما نیست هدایت آنها، ولكن الله یهدی من یشاء، اما الله هدایت می فرماید هر کسی را که بخواهد. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، آنچه که خیر می کنید، از خرج می کنید از هر مالی، هر خیری، برای نفع خودتون هست، برای جانهای خودتون هست، به نفع خودتون هست. یعنی به فقیر کمتر نفعش میرسه، به خود شما بیشتر میرسه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و شما خرج نمی کنید، این خبر است به معنی انشاء، یعنی خرج نکنید مگر برای طلب رضای الله. و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، و آنچه که شما خرج می کنید از هر خیری مالی، اونها بر می گردد به سوی شما، کامل داده می شوید شما. یوفى یعنی وفا میشه، برگردانده میشه به سوی شما. و انتم لا تظلمون، شما ظلم نمیشید، یعنی ثوابش از شما کاسته نمیشه، کم نمیشه. پس شما برای خدا، برای رضای خدا خرج کنید، زیاد هم خرج کنید. البته من جمله اون مستحقین الله عزوجل معرفی میفرماید. این مستحقینی که در این آیه ذکر میشه، مصداق اول این مستحقین و فقرا اصحاب الصفه هستند. اصحاب الصفه تعدادی از طلاب مسجد النبی، طلبه های زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، مسجد النبی که اونها را اصحاب الصفه می گفتن. صفه به معنی کپر هست، یک کپری اینها داشتن، زیر اون کپر زندگی می کردند و اینها جایی نمی رفتن، مثل بقیه مردم تجارت نمی کردند، کاروبار نمی کردند، زراعت و کشاورزی نمی کردند، برای درآمد خودشون فکری نمی کردند، به خاطر اینکه در راه خدا خودشون را حصر کرده بودند. میخواستن دین یاد بگیرند، قرآن یاد بگیرند، احکام یاد بگیرند، احادیث رسول الله را میخواستن. این فرصتی که پیش آمده که در خدمت رسول الله باشند، این فرصت را از دست ندهند. لذا ببینید الله عزوجل اینها را با چه کلماتی تعریف میفرماید. و ما معتقدیم، همیشه هم عرض میکنیم خدمت مردم که امروز مصداق این آیت طلاب علوم دینی هستند، طلبه ها و جوان هایی که علم دین کسب میکنند. اینها هم از بقیه مردم کم ندارند. اینها اگر برن تو بازار کار بکنند،
اگر برند عرض کنم تجارت بکنند، اگر برند بقیه کارهایی که مردم میکنن، شغلهایی که مردم دارند، اینها اگر برند از بقیه کم نمیارند. اینها میتونن درآمد داشته باشن، اینها میتونن سرمایه جمع بکنن، ولی از همه منافع و خیر خودشون را بریدند و قطع کردند و خانه و کاشانه و همه چیز را ترک کردند، آمدن در یک محیطی، یه محیط علمی 4 دیواری خودشون را محصور کردند، همان گونه که اصحاب صفه خودشون را محصور کردند. خودشون را محصور کردند، بند کردند خودشون را از تمام دنیا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دین یاد بگیرند، علم یاد بگیرند و میخواند که این سلسله علمی قطع نشه، ادامه داشته باشد، اینها حاملین علم باشند. لذا اینها بهترین مستحقین هستند، بهترین کسانی که واقعا استحقاق دارن از میان بقیه. معنیش این نیست که به بقیه ندهید، به بقیه هم رسیدگی بکنید، اما بخشی که بیشتر استحقاق دارد اینه و این مالی که برای اینها هزینه میشه، برای طلاب، برای مدارس دینی، این علاوه از این که زکات هم ادا شده، به فقیر و ملک فقیر رسیده، فایده دیگری دارد که از با این زکات این را الله سبب میگرداند که نشر فرهنگ دینی بشه، نشر فرهنگ اسلامی بشه و کار دین به پیش بره و این خودش برای دنیا و آخرت انسان انشاءالله ذخیره بسیار بزرگی میشه. پس الله عزوجل مستحقین را اینگونه معرفی میفرماید: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، برای فقراء آنهایی که محصور شدند در راه الله، در راه الله بندند، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن تجارت بکنند. لا يستطيعون ضربا في الارض، نمیتوانند سفر بکنند در زمین به خاطر کسب، به خاطر تجارت، و ظاهر خودشون را هم حفظ میکنند، باید هم حفظ کنند. یکی از ویژگی های خوب اهل علم استغناست. اهل علم هیچ وقت نباید دست گدایی به طرف دیگران بلند بکنند، چه طالب علم چه عالم دین. باید استغنا طوری باشد که هر کسی ببیند فکر کند که اینها غنی هستند. اصحاب صفه از گرسنگی گاهی می افتادند. ابو هریره رضی الله تعالی عنه یکی از اینهاست، میگه تا 3 روز افتاده بودم، قش کرده بودم، مردم می آمدن رد می شدند و پا را بر شکم من می گذاشتند، می گفتند که فلان مریضی صرع و جنزدگی و فلان گرفته. میگه من حرفاشون می شنیدم ولی هیچ دیوانگی و هیچ مریضی نبود، گرسنگی بود، از بس گرسنه بودم حال نداشتم، ولی مردم نمی فهمیدند. یعنی باید استغنای خودشون را طلاب حفظ کنند، مردم وظیفه خودشون را بدانند. لذا الله می فرماید: یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. جاهل یعنی کسی که بی خبر است نسبت به احوال اینها را فکر می کند که اغنیا هستند، اینها سرمایه دارند. چرا فکر می کنه اینطور؟ من التعفف، از تعفف اونها پرهیزگاری. تعفف همون استغناست، پرهیزگاری که گدایی نمی کنه، نمیخواد، دست بلند نمی کنه، نمیگه من گرسنم، نمیگه من لباس ندارم، همون لباس کهنه‌ای که داره چنان اتو کشیده که فکر میکنه این چقدر وضعش خوبه. لذا خیلی به ظاهر خودش میرسه. تعرفهم بسیماهم، شما آنها را با سیمایشان میدانید. بعضی از سیما و علامت فقر و گرسنگی بر چهره ظاهر و هویداست. لا يسألون الناس الحافا، اینها از مردم سوال نمی کنند. الحاف یعنی با الحاح، با اصرار، با چسبیدن به مردم، نه، سوال نمی کنند به این صورت. لذا به اینها شما صدقاتتون را بدید. و ما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم. آنچه که خرج میکنی از خیر، از هر مالی برای اخلاص میدید، غیر اخلاص، ردید، طیب و خوب، فإن الله به علیم، الله اون را میداند خوب. بر اساس اون مال و اخلاصتون الله به شما جزا میده.
الذين ينفقون اموالهم باللیل والنهار. در اینجا خدای عزوجل ترغیب میده به سوی انفاق. اما چند نکته اینجا تو این آیه بیان هست. اولا الذين ينفقون اموالهم باللیل والنهار، کسانی که خرج میکنن مال را در شب یا در روز. این تعمیم اوقات است، یعنی هر وقتی باشه فرق نمیکنه، صدقه را خدا قبول میکنه. تو شب باشه حتما، تو روز باشه، نه خدا قبول میکنه. ولی علما اینجا نوشتن لیل را مقدم کرد، اشاره به این هست که شب بهتره. چرا؟ شب کسی نیست، اخلاصش بیشتره، کیفیتش بهتر میشه. و بعض فرمود سرا و علانیتا، اینجا تعمیم احوال است، اون تعمیم اوقات، این تعمیم احوال، در همه حال، چه به صورت سری میده چه به صورت علانیه میده. اما بازم سر را مقدم کرده. بیانگری چی هست؟ که سر بهتر است، مخفیش بهتره که شما خرج کنید از اون علنیش. لذا الله می فرماید الذين ينفقون اموالهم باللیل، آنهایی که خرج میکنن مالهاشان را در شب و روز. باللیل و النهار، المراد باللیل و النهار جمیع الاوقات، كما ان المراد بما بعده جمیع الاحوال. سرا و علانیتا، بصورت سر و علانیه خرج میکنند. فلهم اجرهم عند ربهم، برای آنهاست پاداششان نزد ربشان. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر آنان خوفی نیست، بر آنان خطری نیست و در روز قیامت. ولا هم یحزنون، و نه اونها غمگین میشن علی فراق الدنیا. این همه مال تو دنیا داشتیم، همه را گذاشتیم، نه، اونجا چنان نعمتهایی هست که بر اون هیچ غمی ندارند، هیچ حزن و اندوهی ندارند. الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعد از بحث انفاق بحث ربا آمد. بحث ربا یه موضوع جداگانه ای هست، به ظاهر ارتباط ندارد اما خیلی ارتباط دارد، چون صدقه، انفاق و ربا دو تا ضد هستند، دو تا نقیض هستند، در مقابل هم قرار دارند. به این صورت که بعضی را الله عزوجل جود داده، سخا داده، جوانمردی داده که مالشون را مفت میدهند، مالی که زحمت کشیده برش، مالی که عرق ریخته برش، مالی که تجارت کرده و حاصل دسترنجش هست، این مال را مفت به فقیر میده، چون قلب پاکی داره، در وجودش عاطفه هست، همدردی هست، مواسات هست. نمیتونه فقیر را فقیر ببیند، نمیتونه یک انسان را در حال بد ببیند. این انسان اینقدر عاطفه داره. اما در مقابل این یک انسان سنگدلی هست، یک انسانی که قلبش از جنس سنگ هست. این انسان به جای اینکه مال بده به فقیر، مال نده، او درمانده هست، او مستمند هست، اون دستش به هر حال به هیچ جای بند نیست، مجبور وام بگیره، وام هم نمیده، قرض الحسنه هم بهش نمیده. میگه قرض الحسنه بهت میدم به شرط اینکه 10% از سود میگیرم، 15% از سود میگیرم، 1,000,000 میدم، 1,200,000 بعد ازت میگیرم. اینقدر انسان وقتی که خسیس باشه، اینقدر قسی باشه، لذا الله عزوجل میگه از این انسان انسان بدتری نیست. و این انسان را بگویید که اعلام جنگ هست از طرف خدا با تو، اگر دست نمیکشی از این بدبختیت و خسیس بازیت. لذا پس ربا بحث اونهایی هست که صدقات نمیدهند، به جای خود حاضر نیستند به کسی قرض الحسنه بدهند، قرض بدون سود بدهند. لذا الله می فرماید الذين يأكلون الربا،
آنانی که ربا میخورند، ربا خارند، الله از ربا خاری نجات بده. خیلی چیز بدی هست. لا یقومون الا کما یقوم الذی، الله می فرماید اینها بلند نمیشوند، ای من قبورهم بنویسی، از کجا بلند نمیشه؟ از قبرایشون روز قیامت. الا کما یقوم الذی، مگر مثل اون کسی که بلند میشه، یتخبطه الشیطان، که شیطان او را زده و پریشانه، یعنی روانی شده به خاطر اون ضرب شیطانی، مس شیطانی، جن زدگی به اصطلاح، او را زده. یتخبطه الشیطان، که شیطان او را سرگردان و روانی کرده، من المس، به سبب اون مسی که زده. مس یعنی اون ضرب، اون دستی که بر او گذاشته. معنیش اینه که اینهایی که از قبرها بلند میشوند، رباخاران، وقتی که بلند میشه میخوره به زمین، دوباره خودش را راست میکنه، سمت دیگه میخوره، هی سرش دور میخوره و مثل اون روانیه اینجا میفته اونجا میفته. و شاید بعضی مفسرین میگن این هم علامت رباخار در قیامته. هر کس میبینه، بعضی وقتا یک مرغی، بعضی وقتا حیوانی دیدی همین حالت سرع میگیره، بلند میشه میفته، بلند میشه میفته، یا این طرف یا اون طرف. لذا این رباخار الله نجات میده به این صورت هست. علامه آلوسی نوشته ولعل الله تعالی جعل ذلك علامة لم يعرف بها يوم الجمع اعظم، علامة له يعرف بها، در اون روز جمع اعظم که همه مردم جمع میشوند، شاید خداوند علامت رباخار را همین گذاشته. علامت رباخار که از قبر بلند میشه، مثل کسی که مریضی سرع داره و روانی هست، هی میفته و بلند میشه، همین علامتش هست. عقوبت له، كما جعل لبعض المطيعين امارة تلیق به یعرف بها کرامته له. چنانچه بعضی کسانی که مطیع خدا بودن در دنیا، خدا اونجا علامتی گذاشته. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که امت من غر محجلین هستند، یعنی اعضای وضوی اونها نورانی هست و می درخشد، هر کس میدونه این امت محمد صلی الله علیه وسلم است. همان گونه که این کرامتی هست برای مطیعین، پس کسی که آکل ربا هست و رباخار هست، اون عرض کنم که اینطور دیوانه هست. و قالوا كلهم يبعث كالمجنون عقوبة له وتحقيقا عند جميع اهل المحشر. الله عز وجل به این صورت اینها را بلند میکنه مثل دیوانه و تمام اهل محشر متوجه میشن که این رباخار است. لذا الله می فرماید الذين يأكلون الربا لا يقومون، آنهایی که مال ربا میخورند بلند نمیشوند از قبرهایشان، الا کما یقوم الذی، مگر مثل اون کسی که بلند میشود، یتخبطه الشیطان، او را شیطان زده، او را شیطان پریشان و روانی کرده، من المس، از اون مس شیطانی، از اون که دست بر او گذاشته. ای کالمسروع المبهوت الحیران، مثل اون کسی که مریضی سر داره و حیران و سرگردان هی میفته. چرا این عذاب؟ چرا این بدبختی؟ ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا، این به سبب این است که اینها گفتن بیع یعنی معامله مثل رباست، یعنی اینقدر مبالغه کردند که نمیگن ربا مثل معامله هست سود داره، بلکه بیع مثل ربا هست، یعنی همونطور که در ربا سود هست در بیع هم هست، در حالی که اینطور نیست. و احل الله البیع و حرم الربا، الله بیع را حلال قرار داده و ربا را حرام قرار داده. لذا با توجه به این حرمت و حلت بیع و حرمت ربا، فمن جاءه موعظة من ربه، هر کسی پیشش موعظه از جانب ربش آمد، فانتها، باز آمد. از چی باز آمد؟ عن الربا، از ربا باز آمد در آینده، عن الربا فی المستقبل، فله ما سلف،
برای او هست گذشته، یعنی بر گذشته مؤاخذه نمیشه. اما و امره الی الله فله ما سلف، یعنی ما تقدم اخذه قبل التحریم لا یسترد منه. قبل از تحریم اگر ربا خورده گرفته از او نمیگیرن، پس و معاملش به الله است. الله با اون خودش معامله میکنه، میبخشه به شرط اینکه توبه نسو. اما با کسی که دوباره این کار را انجام بده، و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، هر کسی عود بکنه دوباره این کار را بکنه، اینها اهل جهنم هستند، همیشه در اون جهنم میمانند. و الله عزوجل درباره ربا و صدقه مقایسه میفرماید که این مقایسه به ظاهر با عقل جور در نمیاد، اما یک حقیقتی است که رب میفرماید و کسانی که تجربه دارند اونها خوب میدانند که الله عزوجل ربا را نابود میکند. مالی که از طریق ربا به دست آمده هم اون نابود میشه. اکثر کسانی که ما الان با کفار کار نداریم که دارالجزای کفار آخرت است، در این دنیا هم گاهی مؤاخذه میشه، اما برای مسلمانان بالخصوص کسانی که معامله ربوی میکنند الله عزوجل مالشون را ضربه میزند، این مال ربا نابود میشه، از بین میره، به خاک سیاه می نشانه. اما صدقات که به ظاهر مال را کم میکنه، هر چی میدی میبینی 10 برابر منفعت آمد، 20 برابر سود کردم. اینا به برکت همون صدقه هست که انسان میده. هر کسی که صدقه هر چی بیشتر بده به نفعش است. لذا الله میفرماید یمحق الله الربا، الله نابود میکند، تباه میکند ربا را، ای یذهب ببرکته و یهلک المال، برکتش را میبرد، مال را از بین میبرد. و یربی الصدقات، صدقات را رشد میده، صدقات بیشتر میشه. والله لا يحب كل كفار اثیم، الله دوست ندارد هر انسان ناسپاس گناهکار را. این انسان ناسپاسه که از طریق ربا خدا این همه داده، بازم از طریق حرام، بازم از طریق مکیدن خون مردم، این واقعا ناسپاسه و اثیم گناهکار است. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد از این الله عزوجل مژده میده کسانی که عمل صالح انجام میدن، کسانی که پایبندند، کسانی که خلاف نمی کنند، ربا نمی خورند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، همانا آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. و اقاموا الصلاة، تخصیص بعد از تعمیم، اینم جز عمل صالح است، بالخصوص این اعمال صالحه. و اقاموا الصلاة، و نماز را برپا می دارند، چون نماز انسان را از فحشا و منکر، از گناه، از امثال ربا باز می دارد. و آتوا الزکات، بالخصوص زکات می دهند. زکات راهکار دیگری هست برای علاج. زکات که بدی حب مال از وجودت خارج میشه. کسی که ربا میخورد این خیلی مال دوست داره، برای مال میمیرد، که حتی از اون فقر یتیم، از اون کسی که درمانده هست درمانده، از موقعیت اونم سوء استفاده میکنه، میگه از طریق اینم سود بخورم. لذا کس این خیلی مال دوست هست، این اصلا مال را پرستش میکند. اما وقتی که زکات میدی حبش از دلت میره، معلوم میشه که دوستش نداری که میدی. و آتوا الزکات، و زکات میدهند. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، برای آنان هست اجرشان و پاداششان نزد ربشان و هیچ خوفی بر آنان نیست در آخرت، و آنها برای فراق دنیا هم غم ندارند. لذا الله عزوجل بعد از این ترغیب و تهدید که ترغیب داد به سوی صدقات و عمل صالح و تهدید کرد رباخوار را، حال الله عزوجل نهی سری می فرماید، دستور
عرض کنم حاکمانه صادر می فرماید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که شما ایمان دارید، منسوب به خدا هستید، ایمان به خدا دارید، اتقوا الله، از خدا بترسید، از خدا پروا داشته باشید. و نتیجه تقوا چی باشد؟ و ذروا ما بقی من الربا، و بگذارید آنچه که از ربا مانده بر مردم، ربا نگیرید. اگر تا به حال معامله ربوی کردی، از این به بعد نکنی. هرچی از مردم میخواهید همون رأس المالتون را بگیرید، ربایش را نگیرید. این کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید. اگر شما این مقتضیه، ایمان میطلبد که انسان پایبند باشد. فإن لم تفعلوا، اگر این کار را نکردید، پس آماده باشید. آماده چی؟ فأذنوا بحرب من الله و رسوله. فأذنوا فعلموا و ایقنوا، بدونید و یقین کنید. اذن اینجا به معنی اعلام است، یعنی برای شما اعلام هست. اعلام یعنی آمادگی برای این جنگ داشته باشید. فأذنوا بحرب، اعلام باد شما را به جنگی از جانب خدا و رسولش، یعنی خدا و رسول به شما جنگ دارند. علامه قرطبی و علامه آلوسی نوشتن فإن لم تفعلوا ای ما امرتم به من الاتقاء. اینجا خداوند فرمود اتقوا الله، این دستور تقوایی که به شما امر شد، اگر شما این را انجام ندادید، و ترک البقایا، اون باقی مانده ربایی که شما از مردم میخواید اونا را ترک نکردید، اما مع انکار حرمته، اینجا خدا نگفته کفار را، چه کسی که حرمتش را انکار میکند مثل کافر، و اما مع الاعتراف، یا کسی که اعتراف داره که حرام است ولی میگه من میخورم مثل مسلمان. به هر دو این اعلام است، چه منکرش هستی، منکر حرمت، چه حرمت را قبول داری ولی میخوری. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، آماده جنگ خدا و رسول باشید. و این دو بزرگوار، دو مفسر نوشتن و هو حرب المرتدین. اون در صورت اول حرب مرتدین است، علی الاول، کسی که انکار میکند، یعنی مسلمان شده بعد میگه من نه اصلا این حرام نیست، او مرتد شده. و که حرب البغات علی الثانی، اما در صورت دوم که میگه من قبول دارم حرام ولی میکنم، این باغی هست. با باغی باید حکومت اسلامی بجنگه، پس آماده جنگ باشید. اما اگر توبه کردید، و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر رجوع کردید به سوی خدا، رأس المالتون مال شما، لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید و نه ظلم شوید. یعنی نه شما ظلم میکنید به اخذ ربا، گرفتن ربا ظلمی هست، ولا تظلمون، مورد ظلم واقع هم نمیشوید که بگیم رأس المالتون رو هم بگذارید، نه، باید مال شما به شما برسه. خب یک وقتی اگر اون کسی که ما ازش وام میخواهیم ورشکست شده، قرار بود 4 ماه پول ماشین بده نداده، الان چی کارش بکنیم؟ و یه چیز اضافه بکشیم؟ الله عز وجل میفرمه و این کان ذو عسرت، اگر مدیون شما ذو عسره هست، یعنی تنگ دسته، در حالت اعسار و سختی هست، فنظرة الی میسره، به او مهلت دادن تا اینکه حالت میسره بیاید. میسره یعنی وضعش خوب بشه، یسر، فراخی، مالداری، تا پولدار بشه، مالدار بشه، صبر کن. و در حدیث میاد کسی که صبر میکند، مثلا 20 میلیون پول میخوای، صبر میکنی برای اون انسان، هر چی که صبر میکنی به همین اندازه به اجر صدقه میرسه. الله عزوجل گویا به همین اندازه به پاداش صدقه میده. اما و ان تصدقوا، این که صدقه بکنی کلا یا بعضا، کل مال را ببخشی یا بعضی از مال را. خب 100 تومان میخوای آقا یه 80 تومان بده، 20 تومان را ببخشیدم، اون رباخار از 100 تومان 120 تومان میگیره.
شما عکسش داری عمل میکنی، 100 تومن میگه 80ش را به من بده. کاملا عکس ربا داری عمل میکنی. سبحان الله، چقدر اجر داره برات. و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. این که صدقه بکنید کلش را یا بعضش را بهتر است برای شما اگر بدانید. حیث تصابون علیه، که شما بر این ثواب به شما میرسه، ثواب داده میشه در آینده. لذا الله عزوجل بعد از این تخویف اخروی بیان میفرماید که اگر الان نمیترسی از اینکه خدا مؤاخذت بکنه، از آخرت بترس، از عذاب آخرت بترس. اون روزی که در محضر الله همه شما می ایستید و پاسخگو میشی، از اون روز بترس. این آیه را میگویند آخرین آیه هست که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم نازل شده. بسیاری از مفسران همین میگند و دستور به تقواست. چقدر جالبه، الله عزوجل آخرین پیامی که توسط رسول الله و توسط این وحی مطلوب به بندگانش داد اینه که بندگان من بترسید از من، بترسید از اون لحظه، از اون ساعتی که در محضر من، در حضور من همه شما قیام میکنید، بلند میشید از قبر و جوابگو باید باشید. لذا برای اون روز آمادگی بکنید. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسید از آن روزی که بازگشت برگردانده میشوید. بازگشت همه شما در آن روز به سوی الله است. ثم توفی کل نفس ما کسبت، سپس کامل داده میشه هر نفسی آنچه که کسب کرده. و هم لا یظلمون، و این نفوس بر اونها ظلم نمیشه، هیچ ظلمی نمیشه. هو آخر آیت نزلت فی القرآن. یعنی اگر شما تقوا را داشته باشید، از اون روز در محضر الله میستید، همه اعمال شما، پاداش اعمال شما داده میشه. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. بعد از موضوع ربا و حرمت الربا، الله عزوجل چند تا از امور انتظامیه بیان میفرماید که اینها برای اصلاح خوبه، برای اینکه انسان معاملهش دقیق و درست انجام بگیره خوبه. اون اینه که هرگاه با هم معامله میکنید که بر اساس دین و وام باشه، خب بنویسید، این را کتابت بکنید. دستور اول اینه بنویسید تا فردا اگر کسی فراموش میکنه اون نوشته هست. لذا اولین دستور درباره کتابت هست و همچنین رعایت یه سری مواردی، هم برای کسی که میگه بنویس املا میکنه، هم برای اون کاتب نویسنده. وقتی تو نوشتن هم خیانتی صورت نگیره. بعضی از مردم از بیسوادی مردم سوء استفاده میکنن، چیزهای مینویسن که طرف متوجه نمیشه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا تداینتم، وقتی که با هم دیگر معامله دین کردید، وام کردید، به هم دیگر وام دادید، بدین وامی، الى اجل مسمى، تا مدت معینی، فاکتبوه، آن را بنویسید. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، و کاتبی بین شما بنویسد، به عدل بنویسد، یعنی لا یزید فی الکتابه، در کتابت چیزی نیفزاید. ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمه الله. الان الحمدلله همه باسوادن، در گذشته باسوادها کم بودن. انکار نکند این حکم دوم برای کاتب، ابا نکند، انکار نکند کاتب از اینکه بنویسد. کما علمه الله تعلیلیه هست، علت همان گونه که خدا او را تعلیم داده، یعنی این علت است، خدا او را یاد داده او بنویسد. فلیکتب، بنویسد. بعضی مفسرین گفتن ولو بالاجر، اگرچه پول بگیرد بنویسد. ولی اما املا چه کسی بکند؟ یعنی اون عبارت را کی بخواند؟ ولیملل الذی علیه الحق، اون کسی که بر او حق است املا بکنه. مثلا اون کسی که وامدار است، مدیون و مقروض است، اون بگه بنویس
که من فلان این اندازه مدیونم، باید فلان تاریخ پرداخت بکنم، او املا کننده باشد. ولیتق الله رب، در املایش هم از خدا بترسد، از خدا پروا داشته باشد، خلاف نگوید، کم نکند از اون دینی که برگردنی هست. ولا یبخس منه شیئا، چیزی کم نکند از آن. فان کان الذی علیه الحق، اگر اون کسی که مدیون است سفیه است، یعنی از نظر عقلی کم داره، نادان است، او ضعیفا، یا ضعیف و پیر و افتاده هست، یا اینکه بلد نیست چگونه بگه املا بکنه، عبارت بلد نیست، او لا یستطیع ان یمل، یا نمیتواند املا کند، خب فلیمل ولیه بالعدل، ولیش سرپرستش املا بکند، به عدل املا بکند. اون هم واستشهدوا شهیدین من رجالکم، این حکم دیگر، حکم چهارم غالبا. اولین فاکتبو، دومین ولا یأبی کاتب، کاتب، سومی املا، چهارمی اینه که دو گواه هم باشن. آقا شما دو نفر گواه باشید که این فرد به این فرد این مقدار قرض داد، یا این مقدار جنس به صورت وام داد، دو نفر شاهدم بگیرند، چون به وقت اختلاف کتابت زیاد دردی را درمان نمیکنه، اصل شاهد هستم. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، شما گواه بگیرید دو گواه از مردانتان. فإن لم یکونا رجلین، اگر نبودند دو تا مرد، فرجل و امرأتان، پس یک مرد و دو زن، ممن ترضون من الشهداء، از اون گواهانی که شما میپسندید، یعنی شهدا و گواهان مرضی و شهادت باشند، مقبول باشند، عادل باشند. پس یک مرد و دو زن. چرا دو زن؟ ان تضل احداهما، این حکمت تعدد نساست که این که فراموش میکند یکی از اونها، فتذکر احداهما الاخرى، یادآوری میکند یکی دیگر از اونها دومی را. ببینید زن معمولا حواس پرتی دارد، کاملا فکرش جمع نیست، حواسش جمع نیست، لذا اونجا الله عزوجل این مخلوق را طوری آفریده که بالاخره در یه سری چیزهای دیگه کمال دارد، هنرهای دیگه دارد، کمالات دیگه دارد، ولی در این باب، در باب معاملات اینها زیاد جمع نیست. البته همه اینطور نیستن، بعضی ها خیلی زرنگتر از مردها هستند، ولی عمومی اینطور هست. بله. ولا یأبی الشهداء اذا ما دعوا، الله می فرماید که انکار نکنن، این حکم پنجم است. گواهان وقتی که فرا خوانده میشه، آقا بیا گواهی بده، میگه من نمیام، حوصله ندارم، شما که نیایید حقی تلف میشه. ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله، خسته نشید اینکه اون را بنویسید، چه کم باشه چه زیاد باشه، چه کوچک باشه چه بزرگ باشه، همراه با مدتش، مع اجله، یعنی بنویسید تا فلان تاریخ، کل مطلب را بنویسید، چه مطلب مختصری باشد چه طولانی. ذالکم اقسط عند الله، این همه دستورات از نوشتن، از اینکه کاتب بگیرید، کاتب انکار نکنه، شاهد بگیرید، اینها همه پیش خدا از نظر قسط و انصاف بیشتری است، و اقوم للشهاده، و برای شهادت هم جورتر و راستر هست. و ادنا، و این سبب میشه، باعث میشه نزدیکتر است به اینکه الله ترتابو، که شما شک نکنید. پس این بنویسید، این همه منافع را داره. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر اینکه یه تجارت نقدی باشد. حاضره چیه؟ نقدی، پول بده ماشین بردار، پول بده جنس بردار، که تدیرونها، یعنی دست به دست بکنید بینکم، بین خودتون. اونجا نوشتن لازم نیست، اونجا گواه هم لازم نیست، باشه بهتره، فردا نگه که این ماشین مرا برده، گواه باشه که فروخت دیگه. اونجا هم نوشتن بهتره، ولی اینقدر تأکید نیست. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، گناهی نیست بر شما اینکه ننویسید، اما گواه بگیرید. و اشهدوا اذا تبایعتم،
و شما گواه بگیرید وقتی که با هم دیگه بیع و معامله کردید. ولا یضار کاتب ولا شهید، ضرر داده نشود نه کاتبی نه گواهی. ضرر داده نشود یعنی اگر نیاز به حق و زحمه کاتب در بهشت بدید، یا اگر میاد گواهی میده کرایه چیز لازم هست بدید. لذا کاری نکنی هم برای شما کار بکنه هم جیبش بده. و این تفعلوا فانه فسوق، یا یک صورت ضرر اینه که اونا فشار بیارین که غلط بنویسه، فشار بیارین غلط گواهی بده. و اگر این کار را کردی این فسوق بکن، فسقی به خود شماست، به خود ظلم کردی، به خود گناه کردی برای خودت. واتقوا الله، این همه نسخه عمل است بعد از این همه امور انتظامیه. واتقوا الله، از الله بترسید، پروا داشته باشید. و یعلمکم الله، این علت ترس. چرا بترسید؟ چون الله شما را همه چیز آموزش داده. و نسخه تقوا والله بكل شیء علیم، الله به هر چیز علیم هست، داناست، هر چیز را میداند. خب بعد از موضوع نوشتن و کتابت و شهادت، حال اگر موقعیتی بود که اونجا کسی نیست بنویسه، کسی نیست شاهد بگیرید، معامله هم معامله وام هست، یه جنسی را وام میدید. خب اگر اعتماد ندارید که فردا پولتون را بده، یک رهنی از او بگیرید. اینجا مسئله رهن است. قرآن مجید عنوان کرده که اگر در سفر بودید، چون معمولا در سفری مشکل پیش میاد، نه کاتبی هست، نه گواهی هست، نه فردی هست که اونجا باشه، اونجا نیاز به رهن میشه. معنیش این نیست که در حضر دیگر رهن جایز نیست، نه، رهن هم در سفر است هم در حضر است. اینجا در حضر هم شما اعتماد ندارید، یه چیزی میفروشی، میتونه از طرف مثلا ساعت گران قیمتش را رهن بگیرید، بگید در دست من باشه، وقتی پولم را دادی بعد ساعتت را بهت میدم. این درسته. و این کنتم علی سفر، اگر در سفر بودید، عرض کردم این قید به خاطر این است که معمولا در سفر نیاز به رهن پیدا میشه، و الا اگر در حضر هم بود اشکال نداره. تفسیر کبیر امام رازی نوشته اتفقته الفقهاء اليوم، فقهای امروز متفقا على ان الرهن في السفر والحضر سواء و في حال وجود الكاتب و عدمه، کاتب باشه یا نباشه باید کسی میخواد رهن بگیره. و این کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا، اگر در سفر بودی کاتب نیافتید، فرهان مقبوضه، این حکمش شماست. رهنی که قبض بشه، یعنی توسط بایع این رهن از مشتری گرفته بشه و قبض بشه، به دستش بیاد. فان امن بعضكم بعضا، اگر بعضی بر بعضی چی هستید، ایمن هستید، اعتماد داری، نه نیازی نیست، این دوست خودم هست، مؤمنی هست، با تقوایی هست، میشناسم، نیازی نیست رهن بده. پس فلیؤدی الذی اؤتمن، ادا بکند، باید ادا بکنه اون کسی که به او اطمینان شده، به او اعتماد شده، ادا بکند امانتش را. ولیتق الله ربه، امانتش را یعنی اون چیزی که بر او هست. ولیتق الله ربه، و از الله بترسد، اون اللهی که ربش هست. ولا تکتموا الشهادت، این حکم هفتم، شهادت را مخفی نکنید، کتمان نکنید. وقتی شهادتی هست واقعا شهادت بدهید. و من یکتمها فانه آثم قلبه، هر کسی که کتمان بکند اون گناهکار هست، قلبش یعنی اون قلبا گناه کرده، اون گناه قلب انجام داده، گناه بزرگی هست. والله بما تعملون علیم، الله عز وجل به اون چه که شما عمل میکنید علیم هست. اینجا چرا قلب را نام برده؟ بعضی از مفسرین گفتن چون قلب اشرف الاعضاء هست، وقتی که دل گناه کرده دیگه بقیه به طریق اولا. و انه لانه اشرف الاعضاء و اجزاء و رئیسها، رئیس تمام اعضاء است. و فعله اعظم من افعال سائر الجوارح، فيكون في الكلام تنبيه،
در کلام تنبیه و تذکری است علی ان الکتمان من اعظم الذنوب، کتمان شهادت از بزرگترین گناهان است. خب پس امور انتظامیه و امر جهاد، امر انفاق، که امر انتظامیه به نوعی هم ربط داره با جهاد. قبلا عرض کردم وقتی که انسان اصلاح بکنه جامعه را میتونه برای جهاد آمادگی بکنه. همه تمام شدن. در پایان سوره مجددا دلیل عقلی میاد برای اثبات توحید. اصلش اونه که 3 بار مدعا ذکر شد: یا ایها الناس اعبدوا ربکم و الهکم اله واحد الله لا اله الا هو الحی القیوم. لذا الله می فرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفاتی که در آسمان ها هستند و در زمین هستند. همه این تصرفات از آن الله است. و ان تبدو ما فی انفسکم، بعد از بیان تصرف و بیان قدرت کامل، بیان علم کامل، بیان علم غیب. و ان تبدو ما فی انفسکم، اگر شما ظاهر بکنید آنچه که در درون شماست، در دلهای شماست، او تخفوه، یا آن را مخفی کنید، یحاسبکم به الله، الله محاسبه میکنه شما را، محاسبه میکنه به سبب آن الله، آنچه که در دلت میاد. ببینید آنچه که در دل انسان میاد بعضی وقتا غیر اختیاریه. غیر اختیاری در دل انسان کفرم میاد، چیز بد هم میاد. چطور خدای عزوجل برای غیر اختیاری انسان را مؤاخذه میکند؟ بعضی جواب دادن که الله عزوجل این را، بعضی میگم نسخه، ولی تعبیر نسخ تعبیر درستی نیست، توضیح هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ای مومن، اون چیزی که غیر اختیاری میاد خدا برای اون مؤاخذه نمیکنه، مؤاخذه میکنه اون چیزی که در حد وسع شما، توان شما باشه، یعنی اختیاری را. پس به خاطر اینکه این موضوع از ابتدا حل شده باشد و اشکالی و خللی پیش نیاد، شیخ رحمه الله میفرماد و ان تبدو ما فی انفسکم، منظور عقاید قلبیه اختیاری هست. عقاید قلبیه اختیاری یعنی در دل کسی اگر چی باشد، شرک، نفاق، کفر، این عقیدهش است و این عقیده را اختیار کرده. حال چه ظاهرش بکند چه نکند خدا مؤاخذش میکند، چون تو دلش شرکه، تو دلش کفره و اون اختیار کرده، نه غیر اختیاریه. لذا الله می فرماید و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، اگر ظاهر کنید آنچه که در درونتان هست یا مخفی کنید، یحاسبکم به الله، الله شما را محاسبه می کند. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، می بخشد کسی را که بخواهد و عذاب میده کسی را که بخواهد. این محاسبه هست، تفسیر محاسبه هست. والله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قدیر است. پس این دلیل عقلی بود و حال برای بشارت برای کسانی که این دلائل را میپذیرند، ایمان دارند، هم به خدا، به قدرت خدا، به رسول خدا، به عرض کنم کتبی که خدا فرستاده. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، مراد از رسول اینجا رسول الله است و مؤمنون مراد صحابه هستند. ایمان دارد رسول به آنچه که نازل شده به سوی او از جانب ربش، و همچنین مؤمنون هم یعنی صحابه هم کامل ایمان دارند. ایمان اینجا مختصر ذکر شد، تفصیلش کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، هر یکی این تفصیل ایمان است. ایمان دارد به خدا، به توحید خدا، و ملائکه خدا و کتابهایی که خدا فرستاده و رسولی که الله عزوجل آنها را فرستاده. لا نفرق، ای قائلین، در حالی که همه اینها چی میگویند؟ لا نفرق بین احد من رسله،
ما بین رسول جدایی نمی افکنیم، تفریق نمی افکنیم. ببین اینجا سوالی و اشکالی متوجه میشه از این جهت که شما صبح خواندید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسول را ما فضیلت دادیم بعضی بر بعضی. پس از نظر عقاید ما و اصلا عقیده قرآن بعضی از رسول افضلند، بعضی ها فضائل بیشتری دارند، بعضی بیشتر از اونها. سلسله تفاوت فضل و درجات بین رسول هست. وقتی که هست پس بین رسول شما فرق قائل شدید، یکی را افضل میدونید یکی را مفضول میدونید نسبت به اون افضل. پس چطور میفرماید لا نفرق بین احد من رسول؟ ببین این لا نفرق از نظر فضیلت نیست، این از نظر چی هست؟ القرآن یفسر بعضه بعضا. لا نفرق بین احد من رسول بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض. از این جهت که به بعضی ایمان بیاریم و به بعضی ایمان نیاوریم، از این جهت ما هیچ فرقی قائل نیستیم، به همه ایمان داریم. ما مثل یهود نیستیم که همه را قبول دارن بغیر از عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم، یا مثل مسیحیان که عیسی و موسی را قبول دارن محمد را قبول نداره. ما نه، لا نفرق بین احد من رسول بنویسید از نظر ایمان، یا بنویسید بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض، بل نؤمن لكلهم، همه را ایمان داریم. وقالوا سمعنا، اینجا مدح اصحاب است، مدح اون مؤمنین هست. وقتی که الله فرمود که ایمان دارند، اصحاب چی گفتند؟ سمعنا و اطعنا، خدایا ما شنیدیم و اطاعت کردیم، یعنی ما ایمان داریم طبق دستورات و طبق فرمایشی که در قرآن فرمودید. ما سمعنا و اطعنا. علامه آلوسی نوشته هو حکایت لامتثالهم الاوامر والنواهی. این حکایتی هست که خدای عزوجل حکایت میکند از امتثال امر و بجا آوری دستور خدا، که ما همه اوامر خدا را و نواهی خدا را مد نظر داریم. اسر حکایت ایمان، بعد از اینکه از ایمانشون حکایت کرد، حال خدای عزوجل از طاعت و فرمانبریشان حکایت میکنه. لذا وقالوا سمعنا و اطعنا، آن مؤمنین گفتند ما شنیدیم و اطاعت کردیم. غفرانک، اغفر لنا، بار اله بخشش تو را می طلبیم، ما را ببخش. ربنا، پروردگارا، و الیک المصیر، و فقط به سوی تو هست بازگشت، تنها و تنها. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله مکلف نمی فرماید هیچ نفسی را مگر به اندازه توانش. هر چی که توان دارد همون اندازه عمل کند برای الله. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، برای آن نفس است آنچه که کسب کرده از خیر، من الخیر، و علیها، و بر آن هست وبال ما اکتسبت، آنچه که کسب کرده از شر. لذا الله میفرما ما هیچ نفسی را بیشتر از توانش مکلف نکردیم. و حال تعلیم دعا در پایان سوره. این سوره هم توحید خواندید، هم قیامت، هم رسالت، هم جهاد، هم انفاق، هم احکام. لذا به همه اینها عامل و پایبند باشید و دعا بکنید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بار الها ما را مؤاخذه نفرما. ان نسینا، اگر ما فراموش کردیم ای ترکنا، ترک کردیم یه چیزی را به خاطر فراموشی. او اخطأنا، یا اینکه خطا کردیم، گناه کردیم. المراد من الاول الترک والمراد من الثاني العصيان. روح المانی نوشته ان نسینا، ترک کردیم یا اینکه گناه کردیم، ما را مؤاخذه نفرما. ربنا ولا تحمل علينا اصرا
كما حملته على الذين من قبلنا. بار الها حمل نکن بر ما اصرا باری. منظور از بار چیه؟ علامه آلوسی بازم نوشته المراد به التکالیف الشاقه. مراد از این اون تکالیفی که از سوی الله عزوجل بر مکلف متوجه میشه، اما اون تکالیف شاقه سخت که انسان نتونه انجام بده. چنان تکالیف شاقه بر ما خدایا حمل نکن کما حملته علی الذین من قبلنا، چنانچه حمل کردی، بار کردی بر آنهایی که قبل از ما بودن. مراد امتهای پیشین، یهود مثلا. یهودی ها خیلی احکامشون سخت بود، ما الحمدلله خیلی آسانی داریم. یهودی مثلا اگر کسی گناه کبیره می کرد، تنها و تنها راه توبه چی بود؟ کشتنش. اینجا نه، در دین ما، در شرع ما گناه کبیره توبه نصوح است. یهودی وقتی که دستور داده می شد که زکات مالش را بده، اون دستور داشت 1/4 را بده. اگر مثلا 40 میلیون داشت باید 10 میلیون میداد، اما ما 1/40. 40 میلیون داری 1 میلیون بده. چقدر الله تعالی اینجا آسانی کرده. یهودی طوری بود که اگر به لباسش نجاستی میرسید باید اون لباس را قیچی میکرد، اون دیگه با هیچ آبی پاک نمیشد. اما برای ما غسل و شستن را الله مشروع فرموده. امام رازی نوشته قال المفسرون ان الله تعالی امرهم، خداوند امر کرد یهودی ها را به اداء ربع اموالهم فی الزکات، در زکات 1/4 مال بدهند. و من اصاب ثوبه نجاسه قطعها، کسی که لباسش نجاست میرسید او را باید قطع میکرد. لذا این چنین احکام شاقه و تکالیف شاقه که از توان ما بیشتر باشد، خدای بر ما حمل نکن که بر علی الذین من قبلنا حمل کردی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. بار الها بر ما حمل نکن آنچه که طاقتش را نداریم، طاقتی نداریم نسبت به آن. فرق این و اون چیه؟ اونجا احکام شرعی و تنزیلی، تکالیف تشریعی تنزیلی، تکالیفی که خدا نازل کرده اینها را انجام بده. اینجا مراد تکالیف تکوینی هست، یعنی مصائبی، چنان مصیبتی، چنان مشکلاتی که ما نتونیم تحمل کنیم، اونا مراد است. اونجا احکام که انجام میده انسان. ربنا ولا تحملنا، بار اله بر ما حمل نکن، بر ما بار منه، ما لا طاقت لنا به، آنچه که نیست برای ما طاقتی به آن، یعنی به حمل آن. واعف عنا، و ما را معاف کن. این متعلق لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا هست، على طریق لف نشر مرتب. اول فرمود لا تؤاخذنا ان نسینا، واعف عنا، ما را مؤاخذه نکن و ما را معاف کن. واغفر لنا، این متعلق لا تحمل علينا اصرا هست. خدایا چنان باری که نتونیم انجام بدیم انجام بر ما ننه. واغفر لنا، و بر ما را ببخش از چنین باری. وارحمنا، این با لا تحملنا هست. خدایا بر ما حمل نکن چنان مصیبتی که طاقتش را داشته نباشیم. وارحمنا، و بر ما رحم کن. بالخصوص کدوم مصیبت را انسان مؤمن طاقتش را ندارد؟ مصیبت دینی را. ولا تجعل، دعایی که مأثور است از رسول الله صلی الله علیه وسلم، منقول است، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبتی در دین نباشد. انت مولانا، بار اله تو هستی مولای ما. مولا به معنی ولی، مولا به معنی حامی ناصر. تو هستی حامی و ناصر ما، تو هستی مشکل گشای ما. فانصرنا علی القوم الكافرین، پس ما را بر قوم کافرین یاری بفرما. صدق الله مولانا.